وزارت فرهنگ تاجیکستان تمام آوازخوانان و گروه‌های هنری را در کشور روی خط می‌کند. این فهرست با دستور حکومت ترتیب داده می شود و هدف از آن به گفته وزارت فرهنگ نظارت فعالیت، برنامه‌های کنسرتی، سفرهای هنری در داخل و خارج کشور است. عبادالله مشربوف معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان روز 29 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی با تصدیق این خبر گفت: من در این باره نمیدونم، شنیدم که خیلی گفتن که روی خط ترتیب دادن در طور. این مقام وزارت فرهنگ در مورد ضرورت تهیه چنین یک رویخط چیزی نگفت و افزود تنها در صورتی به پورگی تهیه شدن آن در مورد ضرورت آن خواهند گفت. اما شمس‌الدین آرومبکزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان در حسابات جنبش 9 ماهه کار وزارت در سال 2017 گفته است انیق نمودن تمام آوازخوان‌ها، گروه‌های ایجادی به خاطر نظارت برنامه‌های کنسرتی، سفرهای هنری در داخل و خارج کشور هستند. آرومبکزاده در ادامه گفته است یکی از هدف‌های دیگر این اقدام بلند برداشتن سطح و صفت خدمت‌رسانی فرهنگی و دسترسی آنها به مردم است. اشاره آرومبکزاده در مورد دسترسی آوازخوانان به مردم در حال صدا می‌دهد که 2 هفته قبل رئیس ولایت سوخت عبدالرحمن قادری از گران بودن نرخ خدمت‌رسانی آوازخوان‌ها در طی و مرکه‌ها شکایت کرده بود. قادری در مجلس وکیلان خلق ولایت سوخت در برابر نگرانی از نرخ تویخانه و اجاره فتح عروس گفت 3 ساعت آوازخوانی هنرمندان 8000 سامانی است که از این نرخ‌های گران مردم به داد آمدند. قادری خواستار تنظیم نرخ خدمت رسانی آوازخوان‌ها شده به مسئولین دستور داد در نزد اداره‌های ثبت اسناد حالت‌های شهروندی دسته‌های آوازخوان‌ها تأسیس بدهند که به گفته او از روی انصاف به مردم خدمت رسانند. بر ضمن این وزارت فرهنگ میگوید یکی از سبب‌های دیگری ترتیب دادن فهرست آوازخوان‌ها در جمهوری بالا برداشتن سطح و صفت سرود و ترانه‌ها و پرمضمون کردن محتوای آن است. میرزا عالم سعیدов رهبر ریاست صنعت وزارت فرهنگ تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت قرار است این رویخط تا اولهای سال نو ترتیب داده شود و یکی از هدف‌های دیگرش بلند برداشتن سطح و صفت موسیقی و متنی آنهاست. در محفل‌های ادبی و صحیفه‌های مطبوعات در تاجیکستان در این اواخر بارها سلیقه پستی برخی از آوازخوان‌ها و مضمون‌های خراب سرودهای الهیده مورد انتقاد قرار گرفته است. منقدان بیشتر از مضمون پستی متن سرودها و لهجوی بودن آن میگویند. با عنوان مثال ترانه‌های چبرگدی نعیم جان سعیدعلی، ما این شب ترمیخوم جانی بیگ مراد مورد مذمت مطبوعات قرار گرفته بود. آوازخوان‌ها و آهنگسازان در تاجیکستان هرچند پایین رفتن سطح و صفت موسیقی را در کشور اعتراف می‌کنند اما از احتمال جاری شدن یک سنزوره غیر رسمی خوف دارند. عالم شیرینوف آهنگساز و آوازخوان تاجیک میگوید از یک جانب ضرورت ارزیابی عالم موسیقی و آوازخوانی در تاجیکستان به میان آمده است. او گفت واقعا یک بار باید دید که کی چی سرود میخواند و چگونه میخواند، خصوصا آنهایی را که به خارج سفرهای هنری انجام میدهند و جمهوری را معرفی میکنند، چون از آنه که هنرمند چگونه سرود میخواند در مورد فرهنگ و مردم همان کشور یک تصورات در خارج حاصل میشود. شیرینوف افزود گروهی آنها 25 سال عرضی وجود دارد و آنها بار هم متن و سرودشان را با کسی در اداره‌های دولتی موافقه نکردند. این آهنگساز تاجیک میگوید به بازار راه یافتن موسیقی و ترانه‌های پست صفت حاصل نظام کاپیتالیستی است. تا زمانی که قشری از مردم به ترانه‌های کوچگی و پست صفت میل دارند چون این آوازخوان‌ها وجود خواهند داشت میگوید شیرینوف. در همین حال شیرینوف گفت نمی شود آدمان را از حق سرایندگی محروم کرد چون انسان با سرود حسیات خیش را به هر شکل بیان می کند.